داری یا چیکار میکنی؟ از دیوانه خونه گرفتی؟ ای خزه وقتی خواب رو یافتی خز زودتر خز زودتر اینقدر وزنی تو یاریده کش پایم کش زودتر همشهری تو کیستی؟ از دیوانه خانه گریختی؟ مردی چی؟ همشهری گرسنه بودگیستی گیر من معمر هر راش معمر خور ای همشهری تو در این سحری بر وقت در راه یاهن چیکار میکردی ها؟ با من نگاه کن یا خانه نداری یا از عقل بیگانه شده ای تشکر به شما سلامت باشی ممنونم حاضر پرسیدن هم نیست همشهری چای می نوشی؟ سلامت باشید انا چای تشکر به شما حاضر یا خدا تشکر والله همشهری خیریت که من این سحر اینجا آمدم خدا نشان ندهد
وگرنه چی میشد ها؟ نه برادر، شما نادرست فهمیدید. چی خیلی نادرست؟ برادر، یک روز از خواب بیدار میشوی، میبینی که کودکت رو دزدیدند. پس دوستی از همه نزدیکت تو رو کشتن میخواهد. بعد یک نفر او را نگاه میدارد. وی هم برای فرمان رو اجرا کردن تو را مشت و لگد میزند. بعد بیهوش میشوی. وقتی که به خود میایی میبینی که تو رو در راه آهن پرتافتند. دست و پایهایت رو جنبانیده نمیتوانی. صدای قطاره نزدیک شده ایستاده رو میشنوی و وقتی میفهمی که همه این رو دوستی از همه نزدیکت کرده است، قطاره نزدیک شده ایستاده وجودت رو بیشتر میسوزاند. نخود در حقیقت میخل باشد. شما فکر میکنید که دروغ میگوید؟ تنها آدم دیوانه خود رو برای آهن میپرتاید. همین خیل از تو بوی عرق نمی آید. البته من هم بوی عطر نمی کنم. خانم، شما اینها رو از شب تر میکنید ها؟ البته از شب، سحر بر وقت به تنور میگذاریم. خدا بسیار خوب آمد است. دستتان در رو. عاشتان شود. کیراز، تیار کردن این رو به هنر هم نشان دادی ها؟ من هم به او بسیار چیز آموزاندم. بگوید از مردی بمب سازی که زیر نظارت بود یگان خبر هست؟ رانا، چند مرتبه در این مسئله با تو گپ زدیم. مسئله ای که حالا به سود گذشته است چطور از پلیس میپرسی؟ شد، استد. همه وقت یدیگرتان رو میخورید. اقلا در اینجا یدیگر رو نخورید. در اینجا فقط سمبوسه میخورند. همین طور نه خانم؟ تو اینها رو در اینجا دیدی؟ در خانه دیدی یگان مرتبه؟ تیموری تو در خانه موم است، موم. اپا نه، نخواد. نادرست است سردارم. من این موضوع رو پنهان کرده نیستم. در خانه ما رئیس معلوم است. خدا رحمتی مندرس این طور نبود. هم در خانه و هم در جای کار مثل پخته بود. وقتی که با مندرس در شعبه ضد غارتگری کار میکردیم، جوانانی که برای سوال و جواب می آوردند در وقت جواب دادنشان گریه کرده او را با آغوش می گرفتند. مندرس برای آنها عکا بود. برای آنها را به خود جلب کردن همیشه حرکت میکرد. نفری که در پهلویش با او بود چطور انسان بودنش را فهمیده میتوانست، چون که قلبش مثل پخته ملایم و رفتار شفاف بود. در رفت خانه‌داری همان یگان مرتبه به من دست بالا نکرده بود. یگان مرتبه آوازش رو بالا نکرده بود. هیچ وقت باری او را کاهش کردم برای دیر آمدنش. او با غضب به من نگاه کرد. همان وقت خسرو خوشتامنم با ما میزیستند. مندرس رو در این حالت دیده او را مندرس رو سخت کاهش کردند. اگر به او دست برداری شیرم رو حلال نمی کنم گفت خوشتامنم. باور میکنید که این اولین و آخرین غضب مندرس بود. این که انسان ها بر وقت از عالم میگذارند میگویند، چون که وقت با آدمان خوب و کسی که رفتار خوب دارد تیزتر میگذارد، با آدمان بد باشد آهسته میگذارد. برای همین از آدمان خوب سیر نمیشویم. همه وقت بر وقت گذشت میگوییم. همش همین. همش در دیر از چیکار میکنی؟ رفیق سردار همون آدمی که زیر نظارت است. از برای خدا رانا یک لحظه جمشین.
کوفت و کوف کردم رفیق سردار. با اهل اویله و رفیقانش صحبت کردم. دوستانش گفتن که او هر شب به میخانه میرفته است. همه‌اش رو به نوار گرفتم. به قید موندیم. میدونید با نزدیکی با فرمانی اکهایش دادرش بیاناته شد. ایواز کرده است. برای شریعت رو رعایت نکردن خواهرانش او را به سود دادند. اکنون رفیق سردار در این زمان با این خیل مسئله ها بسیار وا میخوریم. بسیار وا میخوریم رفیق سردار. بله. این خیل باشد وی گفتش رو برعکس میکند. برای میتینگ پول ندادند، به حساب بانکیش پول نگذاشتند. تفتیش کردیم راست برآمد. چه افتاد آن رو؟ ما خبرنگاران حیله های خودمان را داریم. ما خبرنگاران حیله های خودمان را داریم. نگاه کن رانو، خاموش شو اکنون. چیزهای یافتگیت را برای خودت نگه دار. بسر کرد. اگه چای گرم بیارم؟ آره. رانو جان به تو هم بیارم. تشکر. برای خدمت‌هایت تشکر اکای ما. نمیارزد. تو خودت را احتیاط کن. اکا تشکری زیاد برای همه چیز. نمیارزد. گفتم که وای در جیبم پول ندارم. تلفنی همراه نیست. گیر. اکا هیچ گپ نه. برکت یابید. در وقتی که تو برگردانیده میدهم. بخشش. هیچ گپ نه. گفتم که راستی درباره خودت نقل نکردی. کیستی؟ از کجایی؟ نامت چیست؟ در کار نیست اکا. ندانید بهتر. پگاه یا روزی دیگر پولتون رو میارم. هیچ گپ نه. راو گفتم راو. هیچ گپ نه. آها. تشکر اکا. با من نگاه کن. به خانه میروی؟ نه اکا. اول با یک جای دیگر رفتنم در کار. خیر نباشد. خدا حافظ. لبا یکا. بله یکا. همه چیز گفتگیتان برای شد. مسئله نیست. یگید پیشتر برآمد. تمام. ممدو همه کار رو میکردی، اما ذوالفقارم رو باید نمیرسیدی. چی خیلی گاهیلام مرا یاد کردی ها؟ غیر از تو دوست ندارم دیگر. دوست هم دیگر ندارم، یگان تا نیست.
алё. زود از آنجا دور شو. алё, تو کیستی؟ یکیت بلدوزال. زود از آنجا دور شو. تو کیستی؟ از کجا؟ مدارت رو به کار انداختی. 20 ثانیه مونده است. از آنجا گریز که تو رو کشتن میخواهند. کی کشتن میخواهد؟ بجای سوال دادم از آنجا دور شو. مدارت به هوا میپرد. مرا از کجا میشناسی؟ صدایی که از مدارت میبره نمیشنوی. زود آنجا رو ترک کن. تو چی ها میگویی؟ الو الو. Hello. Hello. تو هم رفتی تو هم پرتافته رفتی کوهیلان. به شما یاری لازم است. ایگید چه شده در اینجا؟ در کجایی که اگه واقع باشد تو هم در همان جای حادثات تو را می‌یابند یا تو آنها را نفهمیدم؟ رفیقان از جای حادثه و بمبجویان گفتند سرور. در موتورسیکل یگید بمب گذاشتند. با پول یا اینکه با ساعت معین کردید؟ در این باره معلوماتی نیست. شکر کردن در کار با سبوکی نجات یافتی. در وقتی کفیدنش در بالایش می بودی بختم بلندی کرد. تقدیر همین بوده است. و تو در این ساعت چی میکنی در اینجا؟ برای گرفتن موتورم آمدم. برای گرفتن موتورت آمده بودی؟ به خانه را یک شستشوی کرده کمی خواب کن تا که به خود بیایی و بعد به کار بیا. بیاد رفتیم بچه ها. رفیق سرکمیسر بگوید که به شما چی یاد کرده میتوانم؟ چی یاری کرده میتوانی؟ زودتر شفا یابید. خدا شفا دهد برادر. بیاشین تو رو تا خانه برم. نمیخواهم. لازم نیست. شد اکنون تو مرا مسخره میکنی. میدانم لیکن هیچ علاج نیست. خیر بیا شد یک پوف کنم آخر میافتیم. بیا.
پسرم فاتحم برای تو را محافظت کرده نتوانستنم. مرا ببخش. کی میداند حاضر در کجا هستی؟ بوی آن حریف کثیف چقدر تو را ناراحت میکند. برایت پدری خوب شده نتوانستم. بله. حاضر درت رو میزنند. همین صدای در بود. تو کی هستی؟ مرا از کجا میشناسی؟ برای این رو گفتم وقتم نیست. گپ زن. تو کی هستی؟ کوشش میکنند که درت رو شکنند. زود از در قفا برو. خونه رو ترک کن. تو رو میکشند. کی؟ وای در اینجا. آیسته. تشکر زیاد. نمیارزد. شفا یابید. مرحمت شینید سردارم. چی شد سردارم؟ با خدا چی شد؟ فهموندم کو. ویرانه میپرسم بگید. تو فراموش خاطر شده چی؟ چی خیل فراموش خاطر سردارم؟ بگید کجایی که نروی حادثه رخ میدهد. میترسم که پگاه جنگ سوم جهان از پشت تو سر میشود. نخند.
جنگ یکم جهان از چه سر شد؟ فقط از یک تیر. بعد از پشت یک تیر 50 میلیون آدم کشته شد. سردارم. با من ساسته نخوان. چیزی که نمیدانم آن را نقل کن. سردارم هیچ گپ نیست. درباره کارم همه چیز رو میدونید کو. درباره وظیفه داره، اما در زندگی چه شده است؟ آخرا مراتب میپرسم. نگاه کن. نمیدانم، لیکن چیزی است که میخوام آن رو دانم. درست سردارم. آخر همه چیز رو دانستنتون شرط نیست. خوب، پس خیلی که خواهی وقت شاید خودت نقل میکنی. اگر خواهی امشب به خانه ما بیا. در خانه تنهایی خوراک میخوریم، ینگت چای میکند. تشکری زیاد سردارم. وضعیت رو میبینیم. خوب، پس خودت رو احتیاط کن. از یگان واقع دیگر تو را خلاص نمیکنیم. برادر، نجیب سردار خفه شد. اگر مسئله باشد حل کنیم. نه تیمور، نه آخر. چی مسئله؟ این خیل باشد به گفتی سردار. خودت میدانی. چی میخواستی؟ هر قشتی رفیق سرکمیسر. از دو سر جواب نمیدهید. خیر نباشد. خیر نباشد رفیق سرکمیسر. مرحمت. غلط شد به فکرم. من باید به شعبه اطلاعات میرفتم. همینجاست. مرحمت. درمان مدیر خالی است؟ شما یگید گندوزال؟ بله. از شعبه یاری؟ بله. با مدیر در کدام مسئله صحبت میکنید؟ مسئله شخصی. مسئله رو فهمیدن در کار. خفه نشوید. اینجا شعبه اطلاعات نیست مگر؟ بله. این طور که باشد مسئله مخفی بودنش رو هم شما البته میدونید. یک ثانیه. مدیر مهمانتون آمد. بله. خب مدیر، مرحمت. مدیر گفتن که تنها درآیند. گذشته شنیدید کمیسر؟ گوش میکنم. تشکری زیاد مدیر. 11 دقیقه دارید. برای شما چی کار کرده میتوانم؟ درباره میم 2 صحبت کرده میخواهم.
گوش میکنم. از شما در کجا بودنش را پرسیدنیم. کارمندان ما بسیار گپ نمیزنند. و ما هم به سوالها جواب نمیدهیم. اصلا ما به سوالها جواب میجوییم. آن همین طور نمیدانم. فهمانده توانستم یا نه؟ مدیر، ممدو هم سبقم می باشد. با من اینها را نقل کردن در کار نیست. در باره تو همه چیز را میدانم. ما وقتی که یک نفر را به کار میگیریم رفیقان او را، همسایه ها و حتی خویش و تبارش را هم میسنجیم. وقتی که ممدو را به کار گرفتیم در باره تو هم معلومات گرفته بودیم. جناب مدیر، ممدو با بعضی آدم های شبهناک مناسبت دارد. او برای همین در این شعبه کار میکند. چون این نیست. خوش، با اجازت شما. شین، آنچه در باره رفیقت میگویی باعث غم خوردن نیست. چون که ما هیچ چیز را از نگاه شخصی به اینابت نمیگیریم. گوش میکنم. باید بگویم با بعضی آدم های شبهناک مناسبت کردنش را دیدم. با کی ها؟ نمیدانم. آنها چی کارند؟ انیق نمیدانم. اما آنها درباره من بسیار چیزها را میدانستگی برین. خیر. جناب، من یک پسری 3 ماهه دارم. نامش فاتح. خدا یارش باد. میبخشید جناب. 3 دقیقه دیگر داری. معذرت میخواهم. وقتتان را گرفتم. از ممدو یک چند وقت می شود که ما هم خبر نداریم. دیگر چی؟ وقتی که از در برآمدی همه گفتگی هایمون در همین جا ماند التماس. کیستی؟ برای تو یک چیز فرستاد. کی بودنت رو نگویی، با تو گپ نمیزنم. چیزی را مون کردگی به پسرت تعلق دارد. چی؟ اون چیز در جای کارت است. تو را الیا. باور نکردن هم گناه. با ناشناسگی با تلفن گپ میزند، باور کنی همین خیل میشود. رفیق سرکمیسر، چرا آمدید؟ امروز باید استراحت میکردید. بخشش که آمدم حلیمه. عذر. کاش که از تو اجازت پرسیده می آمدم. استغفرالله، با فکرم بسیار در استراحت. معلوم است. از کجا فهمیدی؟ رفیق سرکمیسر، خوب میشد با نجیب سردار صحبت میکردید. حلیمه، در این مسئله با تو گپ زده بودم. دیگر از این موضوع صحبت نمی کنیم. ها، با نام شما یک نامه آمد. نامه؟ کی آمد؟ همین صبح؟ برای چی نگفتی؟ انا گفتم. در کجا؟ در جزودان. مرحمت. تشکر.
این فاتح کو؟ خانه حلیمه؟ زیر نقاب کی باشد؟ این؟ ممدوح؟ رزیل برای چی این خل کردی؟ برادر شرم نمی کنی که در اینجا فیلم های بشرمی تماشا میکنی؟ چه خیلی بشرمی؟ پس چرا خاموش کردی؟ چی تماشا داری؟ ما هم بینیم. یگان گپت هست تیمور. چی گپ شد؟ تو امروز باید استراحت میکردی؟ چرا امروز همه با من یک سوال رو میدهند؟ نفری که زیر نظارت بود هنگام دستگیر کردنش را کسی با تلفن به نوار گرفته است. همون را تماشا کردنی بودم. مرحمت بین. درباره واقعه آن روز چیزی گفتنی نیستی برادر؟ مسئله آن واقعه رو حل کرده بودیم. نه حل نکردیم. تا حال جای بمب رو از کجا دانستنت رو نگفته ای. احساسی پیشبینی رو نمیدونی؟ احساسی پیشبینی؟ از کی؟ برادر و جای تو می بودم همه چیزی می دانستگیم را می گفتم تا که به سرت بلای نآید. برای نصیحتت تشکر. خداحافظ. خب ما این مسئله رو میبینیم حتما. یکی تو چی میکنی اینجا؟ وای سردارم. وقتی که آمدی تیمور و حلیمه رو هم جیغ زن. در بین 5 دقیقه در اتاقم باشید. مجلس میکنیم. اما سردارم من برآمدنی بودم. 5 دقیقه. خوب رفیقان، پیش از موسم تابستان در آمدن حسابات تیار کردنتان لازم. چیزی که میدونید لایه همون یک پیلوت بود. دوام دادنمون در روزهای نزدیک معلوم می شود. برای این خوب حلیمه این دفعه جواب گوی. بعد از گپ زدن تلفنت را خاموش کن. بچه ها من در وقت مجلس تلفن هایتان را خاموش کنید یا همراه نگیرید. الو تلفن رو بگیدی؟ چی شد؟ رفیق سرکمیسر رو میپرسند. کی را؟ یگید رو؟ ها. ای خدا چیگر بگید. از کدام روز حلیمه را تو کاتبه خود کردی؟ الو. سلام بگید سرکمیسر. شما کی هستید؟ چخیر نمیشناسید دوزی پسرتون رو؟ شناختم. رو دوزیده یک بار دستش رو حمل کنم گفتم. یک نفر رو میشناسم پیش سر تراش بود. بسیار اسباب خوبش هم زنگ زدن. میشنوی؟ گوش میکنم. با فکرم وقت نداری. با حلیمه در وقتی کار شخصیتون زنگ زدن. نفهمیدم. چیکار کنیم؟ اکنون باز یک نفر دیگر است که فکرش رو میکنی. حلیمه هم خانم خوب است. میدانم که او رو دوست میداری. کمی کارم هست. بدتر میتونید زنگ زنید. با فکرم این مرد خیلی سرکار است. لیکن من میخواهم که او بعد از 30 دقیقه به مغازه میبین فروشی موندا برلیک بیاید. نباشد چی شدنش رو خوب میدانی. خب نباشد میفهمم. سردارم با اجازت شما برآمدنم در کار. یگید
نمیبینی در مجلس هستیم؟ در کجا آمده بودیم؟ سردارم، خواهش دارم از شما. یگید در جای چین. یگید با تو میگویم در جای چین. ببخشید سردارم. با او چه شده است؟ کی بودنت را نگویی تلفن را خاموش میکنم. کمی پیش به تو یک نفر زنگ زد. چه گفتی تو؟ این بازی نیست. نه، به من هیچ کس زنگ نزد. تلفنی همراه ندارم، گم کردم. کمی پیش به تلفن رفیق زنگ نزده بود مگر؟ تو این را از کجا میدونی؟ با واخوری او نرم، به تو ضرر میرسانند. الو. مرحمت جناب، به شما چی یاری رسونم؟ وای، من برای خانه نشست میبل میکوبم. مرحمت به این طرف بیایید. مرحمت بیایید. این مدل همین سال است. تخته و رنگ دیوان رو چه خیلی که شما میخواهید همون خیلی میتوانیم بسازیم. میبخشید، یگان نفر رو انتظار بودید؟ نفهمیدم. یگان نفر رو یعنی کی؟ بله، تو رو انتظار بودیم ابله. نقلیات آماده. گیرید این را، زود از اینجا. سایبانی مغازه رو چیکار کنیم؟ آنها بیهوش نیستند مگر؟ بله؟ رویتون رو دیدند یا ندیدند؟ نه. خوب، نباشد همین خیل مانید. خز حیوان بیزاری من در کجاست؟ کی بود؟ کی بود؟ تو چی میخوایی ناکس؟ تو از من چی میخوایی؟
کی بود؟ از من میپرسی؟ کی بود؟ پدرت بود حیوان. کی بود؟ کی بود حیوان؟ کی بود؟ من بودم. من حیوان. حرام شدی اکنون ها؟ حرام شدی؟ کی بود؟ شما بیمار هستید حیوان ها. عقلتان را خورده اید. کی بود؟ پسرم در کجاست رزیل؟ پسرم در کجاست؟ کی بود؟ مادرت بود دوکس. مادرت بود. کی بود؟ حاضر فهمیدی کی بودنت رو ها؟ کی بود؟ کی بود؟ زنی که تو را میکفت کی بود؟ گفتم که مادرت بود. کی بود؟ با فکرت میدوند؟ میدونست بر وقت میگفت. برده پرتوی دریا گنده. کودک رو چی؟ در دست تویست. لازم میشود. ای دادر جای خوابت رو نیفته ها؟ یگید؟ به تو چی شد؟ این شغل است. آیسته 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 دادر آیسته 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 دادر آیسته آیسته انا رسیدیم آیسته آیسته حاضر
در رو شایم کنی. بیا دادر بیا کنی بیا نه آیسته کنی بیا آیسته ده کنی آیسته انا حاضر درو آیسته وحشی ها نجم خوب کن آرام باش دادر نیممک های دادر به تو چی شد؟ تو رو از خانه پیش کردند اینجا کجاست؟ اینجا سرای نعیم عمکت معقل شد؟ چرا من اینجایم؟ باید من تو را پرسم در کوچه چرا خواب بودی ها؟ در کوچه؟ دادر این را با دندانت من برای تو ملهم تیار کردم این را مالیدن گیر تا نزد دختر رفتنت خوب می شود اما کم باید میمونیدی خیریت گذشت میسوزد دادر میسوزد حرارت را چی پس میکنند دادر حرارت رو بعضا گرمی میبرد مثال چای در گرمی آبی خنک نوشی تشنه میشوی تو چای گرمش بعد بین حرارت چخیل میشود دادرم یکیت همین خیل است بعضا خنکی گرم میکند دستایت اگر یخ کند برف لازم برف وقتی که دستانت یخ میکند برف آنها را گرم میکند حیات همین خیل با زخم ملهم در کار بعضا آتش رو میکشد پایونی سردی گرمی است یک وقتا با من گفته بودند با چشمم ندیدم لیکن در کشلاق میگفتن یک شب عرابه از خنکی در گرفت راست یا دروغ نمیدانم نه اما در ارزروم همین خیلی روزها میشد که از خنکی عرق میکردی میفهمی بعضی کارها برعکس میشود مثل که با سویت گل میپرتویند تو از ضربش زخمی میشوی این وابسته به محض دوستت هست باری کشتی خضر علیه السلام آمد موسی علیه السلام به خضر علیه السلام چنین گفت من با دو ضرری رسد خضر علیه السلام جواب داد که با من باش اما چیزی نپرس اما موسی علیه السلام میپرسد برای چی؟ چون که ما انسانیم میخوایم همه چیز موافق میل ما باشد لیکن حکمت این کار را بد میفهمیم اما من نفهمیدم یعنی دوستت به تو گل نیو سنگ هم پرتوید هیچ چیز نگوی نمیدونی چی حکمت دارد با او گوی که برادر باز یک سنگ دیگر پرتاب دستی همین طور است تشکر امک جان دندانم درد میکند دادر کجا میروی؟ یگون چیز تیار کنم؟ خورده نمیتوانم دندانم درد میکند اختیارت خودت میدانی بیا دادر بیا دادر آهسته انم خیلی آهسته بیا
پیش از خواب برای فاتح دعا کنیم. بگو خدا جان پسری امک یگید فاتح رو کمک کن. وای بهترین برادری من است. او رو خیلی یاد کردم. میترسم که به سرش بلای نآید. آخر وای هم مثل من ضعیف و ناتوان است. او را در پناهت نگه دار خدا جان و با ما برسون. به دادمون برس. آمین. کی باشد؟ رفیق سرکمیسر؟ ببخش در این پاسی شب آمدم. نه استغفرالله مرحمت. نه میدونی برای چی آمدم؟ با لبتون چی شد؟ حلیمه حاضر فهمونده نمیتوانم. وقت کم. تشکر به تو. یک چیز میگویم اما تو سوال نده. فهمو؟ دخترت پینه رو گیرو میبرایم. با کجا؟ سوال نده. چرا؟ بعضی چیزایی هست که نمیدونی. تو و دخترت در خطر هستید. تو و کودکت. میخواهم یک چند روز در خانه نجیب سردار مانید. نمیتوانم. حلیمه مرا نمیفهمی. بله رفیق سرکمیسر، در حقیقت شما رو نمیفهمم. امروز مردی که با تلفنی تو زنگ زده بود در وقت مجلس، همون کسی که مرا پرسید. بله وای کی بود؟ اونه که پسرم را دزدید. چی؟ بله. و اگر تلفنی تو را داند با تو یا اینکه با دخترت ضرر میرساند. کمش یک دو روز در یگان جای بی خطر استید. مادرم چی؟ مادرت را جیانت نگاه میکند. فکر میکنم که با او ضرر نمیرسانند. یعنی شما گفتنی که من مادرم رو پرتافته خودم با یگان جای بی خطر روم؟ بله. تو و دخترت. مادرم در نظرم نباشد چخل خودم رو بی خطر حس میکنم. ببخشید نمیتوانم. حلیمه برای چی فهمیدن نمیخواهی؟ اقلا درباره دخترت فکر کن. نه اصلا. باز یگان گپ دیگر دارید. شبتان خوش. این خیل باشد در نزد درت نوبت چی میمونم. رفیق سرکمیسر
شما کی آمدید؟ نشنیدم. من نرفتم. تمام شب در همینجا بودید؟ یا اینکه نوبت دور؟ جیانت بیاید. کودکت رو گیر میرویم مایلش. به دکان ینگای کیروز میرویم. کودک رو در اونجا میمونیم. خب مایلش. مرحمت درایید، صبحانه میخوریم. تشکر. وقت کم است. تستر برایم. مایلش. رفیق سرکمیسر، اگر اپای هنر کودک شما رو پرسد چی میگوییم؟ آخر دزدیده شدنی فاتحه رو نمیداند. بیا رفتیم. ما علاج دیگر نداریم. چی شد؟ با ما صبحانه خوردن نمیخواهید مگر؟ چرا نه؟ مرحمت گذشته شینید. بخیر است. پینه را با خود آوردید. سلامتیش خوب است. چی شد؟ نه، چی باید شود؟ شاید بیمار شده باشد. راستی او را نزد شما ماندنی بودم. کمی خرسند میشوید. نمیدونم اگر برایتون وزنینی نکند. کی راز میداند؟ هیچ گپ نی. برکت دکان بیشتر میشود. فاتح در خانه میماند مگر؟ فاتح اندک بچه شوخ است. وای در این خیل جایها زیغ می شود. کی میداند او حاضر در کجاست؟ قندو اصل شیرینا کنی بیو اینقدر بزرگ شدی. خیر ما میخیزیم. مگر صبحانه نمیخورید؟ رفتیم. صبح بخیر. صبح بخیر. اوه که ها رو میبینم. وای این کی باشد؟ های بیو. خوش چی خبر برادر؟ امروز یگان دیویدی نو آوردی ها؟ حلیمه من میروم. ما آمدیم و شما میروید. کارمون ضرور رفتنمون لازم. آخر صبحانه نمیخورید مگر؟ کجا میروید؟ صبحانه تیار. ببخشید اپا، دفعه آینده. با سرکمیسر رفتنم لازم. چرا اینقدر شیرینه که تو؟ چی گپی هست؟ موسی جبرین آنها. این گپ رو از کجا برآوردید اپا؟ نه حتما چی گپی هست. رفتار یکی دیگر است. خوش یک است این دختر. تو زیبایک. با تاکسی شینیم چی؟ نه رفیق سرکمیسر، با اتوبوس میشینیم. ایستگاه دور نیست. اختیارت. ببخش حلیمه. استغفرالله. شب از خبری تو خیلی ناراحت شدم. تبم رو خیره کردی. به صورت صحبت با گذروندند. تو مرا میشنوی؟ وقتت خیلی کم است. زود باش. اگر راستش رو فهمیدن خواهی حسابی بانکیت رو در بانک من تفتیش کن. در نزدیکیت یک تا هست. زود باش. رفته بین. تو مرا تعقیب کرده ایستاده به شرف؟ برای حقیقت رو فهمیدن کمی دیگر مونده است. حلیمه من از اینجا کمتر پول گیرم مایلش. تو اگر خواهی در ایستگاه انتظار باش. خوب شده است رفیق سرکمیسر. رفیق سرکمیسر، یگان دشواری هست. نه.
150,000 لیره. این چی است؟ این پول از کجا آمد؟ در بین شما خواهیده است که این کارها را بجا می‌آورد. کی بودنش را فهمیدن خواهی؟ این سحر اولین نفری که در این باره گپ می‌زد. نگاه کن. الو. پنج دقیقه پس در اتاقم باش. اطاعت سردارم. همین خیل میستیم سردارم. خدا شگر. با تو چی شد؟ چی خیل یعنی؟ چی خیل گفته پرسیدنت؟ باز سرت بالای دیگر نآرد. برای دیروز در وقتی مجلس برآمده رفتنم میبخشید سردارم. بخششت قبول نشد. سردارم از کار راندنی باشد رانید. هیچ چیز نمیگویم. لیکن به من این خیل نگاه نکنید. تو وقت آخر دیگرگون شده ای. کمی پیش هنر تلفن کرده بود. وای همیز کرده است. چیزی را که تو پنهان میکنی اگر با کار دخل داشته باشد این معنا دارد که به من هم دخل دارد. فاتح بیمار است؟ نه سردارم بیمار نیست. دادرم دیشب از فکر تو خوابم نبود. این چی در داشته باشد گفتم. یک پسر داری و جای کارت. بخشش برای خوابتون نبردم. بخششت قبول نشد. این خیل باشد من روم. خوب پس برو. صورت حسابی در بانک داشتد را تفتیش کن. چی سردارم؟ صورت حسابی در بانک داشتد را تفتیش کن. با تو 50 لیره مکافات پول میدهند. شنیدم برای آخرین کارهایی که با موفقیت انجام داده ای. 50 لیره میگویید؟ معقول نشد؟ چیکار کنیم برادر؟ مکافات پولی پلیس همین قدر است. خوب سردارم تشکری زیاد. برادر تیمور مرا اینقدر آزار نده غمگینم. شنیدی؟ چرا؟ خبر رسید از شعبه یاری یک نفر به مقدار زیاد رشوه ستانده است از آدمان نامعلوم. چی گفتی تو؟ از پروکراتور اجازت گرفته این کار با عهده من است. صورت حساب‌های بانکی همه تفتیش کرده شدند. معلوم که بی‌فایده نیست. از تفتیش با پروکراتور فایده زیاد میرسد. در کجا؟ در کجا گفت؟ این چی مناسبت؟ چیزی که میدانی کی هاین این حریفا؟ چی ها میگویی برادر؟ گوزن تو هم داخلی در همین کارها همین خیله؟ بیامان یکی دیوانه شدیم اگر یگید مثل کودکا جنگ کرده با گریبان هم دیگر میچسبید. اینجا جای کار. فهم است؟ تیمور مسئله سنجش حسابهای بانکی را شروع کنید. تستر کنید. کمی پیش شروع کرده بودم سردار. خوب من به مجلس میروم. صورت حسابی بانکی را اول از که شروع کردنمون معلوم شد. مثل که حیران نشده ای چیزی که از دستت میآید همان را کن. رفیق سرکمیسر با این قدر دشواریه که دارید باز به یاد آوردن روز تولدم تنها شما به یاد آوردید. لیکن لازم نبودند این گلها. کی فرستاده است؟ شما نفرستادید. از نوشتجاتش خوشم آمد. نوشته شده است این گلها در تنهایی می شکوفند. چی گفتی؟
کی این رو به تو فرستاده است؟ مگر شما نفرستادید؟ رفیق سرکمیسر چی کار کرده استادید؟ رفیق سرکمیسر انیق رجب کپیتان سه. رفیق سرکمیسر آخر به کجا می روید؟ حلیمه امروز اگر سلامت برنگردم یا اینکه واقعی شود فرزندم به تو امانت مایلش. آخر بگوید رفیق سرکمیسر. السلام علیکم امک. علیکم بر سلام. در همین جایها کاپیتان رجب میزیسته است، نمیشناسید؟ نه نمیشناسم. میبخشید. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. میبخشید در همین جایها کاپیتان رجب میزیسته است، نمیشناسید؟ رجب کاپیتان؟ بله بله. یک کاپیتان رجب بود، سالهای 63 شناس بودیم. خیلی است که رحمتی شده است. مگر یگان کاپیتان رجب دیگر نیست؟ با خدا باشم بغیر از همان کسی دیگر را نمیشناسم. تشکری زیاد به شما. رجب بیگفتگیش کی باشد؟ رجب کاپیتان. خالی هست. کاش که زلف قار در دستم بود. کن از کجای بود؟
فخر نکن شاهم. از تو بزرگ خدا است. ای فاتحم، خودم رو کیم کی گرفتم، لیکن تو رو نگاه کرده نتوانستم. انا همین خیل مشت میخورند، لیکن به تو هیچ چیز نشود. تو را به خداوند میسپارم، به خداوند. همراه تلفنی موبیلی داری؟ باشد چی کار میکنی ناکس؟ برای تو را زدم، به تلفن احتیاج نیست. یگید برای گوش نکردنشون تو رو به اینجا جیغ زدم. یک مسئله جدی است. درباره من چی فکر کردنت رو میدانم. پسرم رو تو دزدیدی. من دزدیدم چون که در دست دیگر کس بی خطر نمی بود. برای همین گریزانیدن لازم آمد. به هر حال من امکی وای به حساب می روم. باز همین خیلی آرام گپ میزنی رزیل. مایلش مرا کش، گیر زلفی خورت را. قبرم رو یک جای کندیم، اما اول گپم رو گوش کن. همش برای من امتحان بود. همش ترانه من رو امتحان میکردم. کی بودنش را دانستن شرط نیست. شخصانی نامعلوم. پس برای چی فرزندی من رو دزدیدی؟ باید به این گروه داخل میشدم. خیلی وقت باز مرا تفتیش میکردند. آنها هم من و هم تو رو میدانند. دوستای زمانی اکادمی و از کمیته اطلاعات بودنم رو نیز میدانند. چرا تو چون این راه را انتخاب کردی؟ برای آنکه مرا به گروه خود گیرند دلیل لازم بود. بیهوده برای من قبر نکندیم. نقشه ممکن به کار نمی آمد. اما مرا همچون جاسوس دو طرف استفاده بردند. آنها برای مرا امتحان کردند. از همه دوستی نزدیکم را انتخاب کردند، یعنی تو رو. زود این کار را به عهده گرفتم، یعنی دزدیدن فرزند تو فاتح را. با آنها معقول شد. نیت اساسی من او را به دستان خود دزدیده خوبتر نگاه کردن بود، چون که بعضی چیزها به گفتگو در زیر نظارت من میشد. چه کاری ابله نکردی تو؟ عقلت را خوردی مگر؟ کودک 3 ماهه من چی گناه داشت بگو؟ چشمم همیشه با او بود یگید، همیشه. اجازت نمیدادم با او آسیب برسد. مشت و لگتی که مرا زدی چی بود؟ همان شب قریب بود که میکشی، حتی سلاحت رو به سرم گذاشتی. این همش یک قسم امتحان بود، سنجش بود. اگر همان حریف پران میگفت، همان شب من نقشه را دیگر خیل اجرا میکردم. در واقع تو را از راه آهن آدم من نجات داد. همان فراش؟ بله. وای حریف کی بود؟ همون که لباسای سیاه داشت. گفته نمیتوانم. با مدیرت گپ زده بودم. میدونم. میدونستی؟ البته غیر از من تنها وای وارد این کار بود. همه چیز رو میدونست. این عملیات رو یک جای کرده ایستاده ایم. همه چیز از اول مثل نقشه کرده همون پیش میرفت. با آنها کم کم معلومات های ناپوره میدادیم. در زیر نظارت خودمون بود. گویا من برای آنها جاسوسی دو طرفه بودم، لیکن در بین آنها ایستاده و اداره امنیت معلومات جمع میکردم. آن همه اغواهایی که با من کردید چه خیلی که گفتم همش امتحان بود. آن بین ناموسان مرا میسنجیدند، اما در نقشهشان تو هم بوده میتوانستی. اما این موضوع را احساس نکردم. همه این برای سنجش من بود. وای زن چی؟ کدام زن؟ زنی که به من زنگ میزد. برای دونستن نام آن زن قریب همه دندانهایم رو میکندید. همه رو پیشکی میدونست آن زن. برای چی میخندی؟ تو حالا هم نمیفهمی. همش یک بازی تئاتری بود. او چی رو میدونست؟ کی رو میدونست؟ انسان تنها کارهای کردگی خودش رو خوب میدونه. همین خیل نه؟ یعنی وای زن هم با آنها بود. ممکن مقصدشان سری تو رو گرم کرده کردارت رو عوض کردن میخواستند. آن زن هم در وقتهای مشکلی زنگ زده گویا با تو یاری میرسند که با او دوست شوی. در آخر با آن زن باور میکردی و اگر به تو یگون چیزی نادرست فرمایند هم نمیفهمیدی. مثل که با بعضی دوستانت در جای کارت گمانی بد کنی، بعد تو هم
مثل آنها می شدی. پلیسی که به دولت و وظیفه‌اش باوری نداشته باشد چی می شود؟ چی می شود؟ من گویم مثل همان آدم ها می شود. یعنی مسئله صورت حساب بانک انیقش را نمی دانم، لیکن وی زن تو رو برای کارهایش را پیش بردن استفاده برد. نباشد تیمور با این کار دخل ندارد. گپ‌ها را حاضر فراموش کن. از این پس برایت دوره وزین آغاز می یابد. برای چی؟ پسرت تو را انتظار است. چی؟ وای در حقیقت تو چی؟ از دو یکی همان ضرر می دیدیم. اگر همین کودک نمی شد قبر من همیشه تیار است. نمدو رفتنم لازم. صحبت کرده همون رو فراموش کن. چقدر که گفتم برای تو دوره وزین سر می شود، اما امیدت رو نکن. میلش من کوشش میکنم با تو در تماس باشم، اما تو با من در تماس شدن را کوشش نکن. امکانی تماسگیری هم نیست. با مدیر هم مناسبت نکن. میلش حقت را حلال کن. جورا جان تو همه رو ببخش. خداحافظ جورا جان. در نبودن فرزندم فاتح مثل موسی شده است. فاتح فاتح وقتی خانه رفتن شد فاتح جان، بیاریده. خوب شد اصلا. این طرفتر، این طرفتر. بیاید بیاید. بیاید سرکن سر. احتیاط کنید. احتیاط کنید. تمام.
چی گپ؟ با فاتح هم هوای بحر رو نفس کشیم گفتیم سردارم. برادر، با صورت حساب بانکیت به مقدار زیاد پول انتقال یافته است. با فرمان پروکورور باید ما تو را دستگیر کنیم. میبخشی؟ تو هم مرا ببخش. وظیفه‌ات را اجرا کن. دست بند در کار نی. بیا رفتیم برادر. حلیمه، او را نغز نگاه کن. وقتی آخر او را کم بوسه کردم. بجای من او را بسیار بسیار بوس. ای بحر، تو بسیار سرها رو گوش کرده. سر همین کار رو به من فهمون بده. هومیۆن فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی و تاجیکی گردانده شد. کارگردان و محرک غیور اشوری رستگار، مهندس آواز هومیجان علی، پرودوسر کامیجان سفر، راهبری گروه ایجادی فرهاد سفر. به نقش آواز دادند فیروز عمر، محمد جان شادی، عاطف قادی، ملاحت عبدالله، ناصری حسن، میسای محمد جان، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، صلاح الدین شکور، نظیر مدی موسی، ملاحت، زهرا، احسان و فردوس.